دقت، از نظر علمی طب از همه مکانی که ویروس دارد این شرمگاه زن است، زیرا از آنجا پیشاب و خون حیض میبراید و علمی طب باشد بوسه کردن شرمگاه زن را اجازت نداده است. هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، آیا بوسه کردن شرمگاه زن درست است؟ بسیاری از برادران در این مورد بوسه کردن شرمگاه زن حلال خود و درباره از صفای زن همخوابگی شدن درست است گفته چنین سوال ها میکنند. امروز در بین بسیاری از جوانان این سوال نافهم است. پس امروز در این موضوع با دلیل های قرآنی و از حدیث های صحیح پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برایتان جواب پورا پیشنهاد میکنیم انشاءالله. از همه شما احترامانه خواهش مینمایم که هر یک جمله را با دقت گوش کنید. یک مرتبه نوار کردیم، بسیاری ها خوب ما را نفهمیده دشنام دادند، زیرا در این باره تکرارا نوار کرده نمی شود، زیرا وقت بسیار تنگ است. خداوند در قرآن در سوره بقره آیت 187 می‌فرماید آنها یعنی زنها لباس شما هستند و شما لباس زنها هستید. یعنی زن و مرد دو جسمی هستند که آنها برای یکدیگر حلال هستند، زیرا بین آنها نکاح اسلامی وجود دارد. ولی بعضی نازکی‌هایی است که باید مردان این نقطه‌های مهم را بدانند. خداوند در دو حالت اجازت نمی‌دهد که با زن همخوابگی کنیم. یکم، در حالت عادت ماهیانگی یعنی در حالت حیض بودن باید تماما با زن همخوابگی نکنیم، ولی بوسه کردن زن و یا آغوش کردن زن درست است. دوم، در پس زن یعنی از طرف قفای زن علاقه جنسی کردن گناه کبیره است و پروردگار در قرآن چنین می‌فرماید زنان شما کشتزار شما هستند، پس به هر نوعی که می‌خواهید به کشتزار خود درآیید. یعنی زن مثل زمین کشتزار است، به هر نمودی که می‌خواهید با زن خود همخوابگی کنید، ولی در جای همخوابگی کنید که از آنجا کودک تولد می‌شود. اگر از طرف قفا با زن همخوابگی کنید اجازت است، به شرطی که در جای علاقه جنسی کنید که از آنجا کودک تولد می‌شود. ابن عباس رضی الله عنه از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند الله به نظر رحمت نگاه نمی کند به آن مردانی که از خفای زنش می رسند. روایت ترمذی رقم حدیث 4203 و روایت امام نسائی رقم حدیث 116 و همچنین نظر اندازید به تفسیر ابن کثیر جلد یکم با تفسیر سوره بقره آیت 123. حتی خداوند قول حضرت لوط علیه السلام را و آنها را نابود ساخت که از خفای زن همخوابگی می کردند، یعنی در پس زن می رسیدند. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه می گوید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند خداوند به 7 گروه روز قیامت نظر نمی کند و آنها را امر می کند که با دوزخیان وارد دوزخ شوید، که یکی از آنها شخصان می باشند که در خفای زنشان می رسند و دویمشان کسانی هستند که با دستشان خودشان را حرام می کنند. کتاب مسند او جامع امام احمد رقم حدیث 10400. اکنون مسئله اساسی بوسه کردن شرمگاه زن درست است؟ اصلا بوسیدن شرمگاه زن برای شوهرش حلال نه بلکه مباح است، ولی با چندی شرط ها. اگر مرد هنگام همخوابگی با زنش لذت را احساس نکند، یعنی اگر قلبش آرام نگیرد و با شرمگاه زنش را بوسه کردن خواهد، ولی اگر زن رازگی ندهد، پس مرد نگوید من تگاه رفته زنا میکنند. در این حالت باید زن بوسه کردن شرمگاهش را رازگی دهد تا اینکه شوهرش به زنا دست نزند. دوستان عزیز، و حتی در قرآن چنین آمده است که ما زن را آفریدیم تا اینکه قلب شما آرام گیرد. پس زن آرام کننده مرد است. از این خاطر بوسه کردن شرمگاه زن درست است، زیرا خداوند در سوره بقره فرموده بود که به هر نوعی که می‌خواهید با زن خود همخوابگی کنید، بجز در حالت حیض و در خفای زن نرسید. ولی فراموش نکنید که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یگان حدیث نآمده است که پیغمبر این کار را میکرد یا نمیکرد. در دهان و در دیگر اعضای زن علاقه جنسی کردن قطعاً منع است، حرام است، ولی بوسیدن و مهربانی کردن بین زن و مرد برای یکدیگر مباح است، یعنی رواست.
دقت، از نظر علمی طب از همه مکانی که ویروس دارد این شرمگاه زن است، زیرا از آنجا پیشاب و خون حیض میبراید و علمی طب باشد بوسه کردن شرمگاه زن را اجازت نداده است. ولی هر کسی که پرهیزگار است و طبع نازک دارد این عمل را انجام ندهد. ولی هر کسی که بسیار لذت با همسرش میخواهد پس از نظر عالمان اسلام اجازت است و هیچ گناهی نیست. باقی خوشبختی و شیرینی زندگی نصیبتان باد عزیزان دل. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.